بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در خدمت شما بار دیگر قرار گرفتم از برنامه بازسازی اندیشه. امیدوارم که پروردگار متعال سبحانه و تعالی برای من و شما توفیق بده که هرچی بیشتر دین را بفهمیم و اسلام را بفهمیم و به آن پایبند باشیم. ما در این برنامه برای بازسازی اندیشه تلاش میکنیم تا اینکه اندیشه هایی که احیانا رو به انحراف کشیده میشه بار دیگر بازسازی بشه و پالایش بشه و راه درست و راه مستقیم را بفهمه که کدام راه درست هست و کدام راه نادرست و ناصواب هست. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوار، همچنان که در جریان هستید میدانید که ما مدتی است پیرامون دین یهودیت صحبت کردیم و دین مسیحیت و نصرانیت را همچنان زیر بحث داریم و تحلیل میکنیم، نقد میکنیم، مسائل را از کتاب مقدسشان برایتان بازگو میکنیم و عرضه میکنیم تا اینکه میان حق و باطل شما بدانید کدام یکی را انتخاب کنید. برخی از دوستان ما احیانا میگن فایده ای از این بحث ها چیست؟ بله، درست، شاید برای این عزیزی که همچون اعتراضی میکنه بنا به اون اعتقاد محکمی که به اسلام و به دینش داره و به عقیده و باورش داره، برای اون این حرفها کمی خوب نباشه به نظر او البته. ولی ما امروز در جامعه زندگی می کنیم که از جهات مختلف افکار مختلف، افکار وارداتی بر فکر جوان مسلمان و بر فکر خواهر و برادر مسلمان داره به زور ترزیق میشه و لابد جوان مسلمان میان حق و باطل بفهمه چی حق است و چی باطل است و هر چی که برایش عرضه میشه به عنوان و هر چی برایش پیشکش میشه به عنوان حق و به عنوان راه صواب و درست آن را نپذیره و قبول نکنه. و از جهت دیگر وقتی ما این مسائل را مطرح میکنیم، در حقیقت هدف ما این است که فرد مسلمان بفهمه که چی دین زیبایی داره. فرد مسلمان این موضوع را درک بکنه که دین من بهترین دین است و فرد مسلمان این را به خوبی میداند و به خوبی درک میکند که دین اسلام یعنی دین خوبی ها، دین سعادت، دین خوشبختی، و زمان بیشتر این موضوع را درک میکند و حلاوت و شیرینی ایمان و اسلام را میچشد و درک میکند که در حقیقت در برابر آن از باطل هم آگاه باشه، در برابر آن از ادیان منسوخ شده و از ادیانی که به زوال رفته و ادیانی که در حقیقت متاسفانه مورد دستبرد افراد مغرض قرار گرفته چیزی بداند. این زمانی که قدر اسلام را بهتر میفهمد، قدر اسلام را درک میکند و میداند که بهترین دین را دارد و بهترین دین را انتخاب کرده. به این اساس ما مسائل را پیرامون نصرانیت تا به حال مطرح کردیم. 3 برنامه دنبال هم، اگر یاد عزیزان باشد، ما فقط پیرامون موضوع تناقضاتی که در این کتاب موجود هست به خصوص در میان اناجیل 4گانه مطرح کردیم و مسائلی را به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی بیان نمودیم. و البته این که 3 برنامه را فقط ما در مورد تناقضات این کتاب و این اناجیل 4گانه صحبت کردیم، به این معنا نیست که منحصر به همین 3 برنامه باشه، بلکه خیلی بیشتر از این هست. به خاطر اینکه طولانی نشه و بحث ملالت آور نشه، از آن پرهیز کردیم که از این بیشتر نپردازیم. و بعد از آن هم
تا به حالا چند برنامه میشه که دنبال هم ما فقط پیرامون مسائل صحبت میکنیم که کلیسا تلاش کرده در این سالهای اخیر به خصوص که حالا ادعا میشه که عصری است که به هر حال اطلاعات بالا رفته، عصر تمدن و پیشرفت هست و تلاش میکنه که مردم و به خصوص نصرانیت از این مسائل آگاه نشن، چون اینها با تمدن و با پیشرفت در تناقض است، چون اینها با عقل بشر در تناقض است و ما مطمئنیم که اینها کلام الله نیست. اگر کلام الله می بود این گونه حرف نمی زد. اگر کلام الله می بود و برای پیامبری از پیامبران الهی فرستاده می شد هرگز چنین حرف نمی زد و چنین قوانین که در حقیقت سختگیرانه ترین و ضد بشرترین قوانین در روی زمین در حقیقت شناخته میشه. اینها را تلاش میکنه که جهان مسیحیت و جهان نصرانیت و در رأس آنها کلیساهای مختلفی که هستند از فرقه های مختلف تلاش میکنن که این مسائل را بپوشند و گاهی هم عقب نشینی میکنند، در صورتی که در کتاب مقدسشان خلاف آن هست، ولی میبینیم که در ظاهر و در عملکرد روزانه ای که آنها انجام میدند خلاف آن ثابت میشه و خلاف آن دیده میشه. لذا ما در این برنامه همچنان تلاش میکنیم که مسائل را به خدمتتان بیان بکنیم. اگرچه در برنامه گذشته بنده تلاش کردم که مسائل را در این مورد به خصوص پیرامون زن مطرح بکنم که ادامه آن را به خدمتتان در این برنامه انشاءالله عرض خواهم کرد و برخی از مسائل دیگر، و میکوشم که در این برنامه این مسائل مخفی کاری ها و این سکوت های مرگبار کلیسا و این عقب نشینی هایی که در حقیقت کلیسا مرتکب شده اینها را به خدمتتان تمام بکنم و به بحث دیگر انشاءالله داخل بشیم که همانا بحث بررسی انجیل برنابا است که این هم بسیار مهم و اساسی است و شبهاتی که پیرامون این انجیل مطرح میشه. به هر صورت در کتاب مقدس علت این بحث که ما موضوع زن را آمدیم مطرح کردیم که در کتاب مقدس نظریه کتاب مقدس چی هست و چی میگه، این است که امروز تبشیری ها و تنصیری ها و شاگردان مکتبشان و مستشرقین که از این مدرسه و از این مکتب فارغ شده اند و فارغ التحصیلان این مکتب هستند و بعد از آن شاگردان تربیت شده مستشرقین که در حقیقت همان سکولارها هستند یا دیگراندیشان دینی که خودشان را زیر پوشش دیگراندیشان دینی داخل کرده اند، اینها احیانا مسائل را پیرامون اسلام مطرح می کنند و برای گمراه کردن افکار و اذهان پاک خواهر مسلمان ما مسائل را مطرح می کنند که گویا اسلام برای شما ظلم کرده و اسلام چنین گفته، اسلام چنان گفته. مسائل پیرامون میراث، پیرامون حجاب، پیرامون جایگاه زن که ما پیرامون حجاب هم اگر یادتان باشه در برنامه گذشته از کتاب مقدس ثابت کردیم که حجابی که در اسلام هست شدیدتر از آن در کتاب مقدس موجوده و همچنین پیرامون حقوق زن که زن چی جایگاهی در کتاب مقدس داره به خدمتتان مسائل را مطرح کردم، از جمله اینکه در سفر پیدایش عهد قدیم و در افسوسیان عهد جدید که یکی از ملحقات اناجیل چهارگانه هست به خدمتتان برخی از فقرات و آیات را نقل کردم که میگه مرد باید بر زن مسلط باشه و زن باید تحت فرمان مرد باشه، همچنان که مرد زیر تسلط عیسی مسیح و کلیسا هست. زن باید همچنان از او اطاعت بکنه و فرمان برداری بکنه و فرمان برداری بدون قید و شرط. شاید شما بگید که این قید و شرط را از کجا می آورید؟ چون که یک فرد وقتی خودش را دیندار میگه بدون قید و شرط باید از پیامبرش اطاعت بکنه. وقتی میگه که وقتی در کتاب مقدس میگه زن از مرد باید پیروی بکنه و اطاعت بکنه مثل که مرد از عیسی مسیح تشبیه میکنه، مثل که از عیسی مسیح اطاعت میکنه، یعنی اطاعت بدون قید و شرط. اگرچه صراحتا نگفته اطاعت بدون قید و شرط، ولی ما میفهمیم اطاعت بدون قید و شرط هست و این در کتاب مقدس هست. در کتاب مقدس ولی در اسلام این گونه نمیگه. اطاعت از خود شرایطی داره که در چی مورد اطاعت بکنه، در چی مورد اطاعت نکنه و اون هم به خاطر که شیرازه زندگی آنها بر هم نخوره، هر کدام به نظریات و افکار و به هر حال
گفته هایی که دارن احترام قائلند، چیزی که در اسلام آمده. گاهی زن از مرد حرف شنوی داره، گاهی مرد از زن حرف شنوی داره و اینها مسائلی که در اسلام مطرح شده، ولی در کتاب مقدس ما میبینیم خلاف این چیز معلوم میشه. و همچنین این که زن را یک موجود اضافی معرفی میکنه که زن فقط برای مرد آفریده شده که از اون به هر حال استفاده بکنه. و در حقیقت دیگه ما از زن، یعنی تصویری که از زن داشته باشه به این معنا که در جهان وقتی یک فرد زندگی میکنه، در دنیا یک زن زندگی میکنه، میتونه از حقوق بالای برخوردار باشه. تنها این نیست که این آمده میگه زن برای مرد آفریده شده. به همین جهت ما میبینیم که باز در نامه پولس وقتی به تیموتائوس میفرسته میگه زن اجازه تعلیم دادن برای مرد را نداره. یعنی این که زن در یک ردیف بسیار پایینی، حق این را نداره. و ما گفتیم که در اسلام خلاف این است. اسلام عزیز برای یاد گرفتن و برای تعلیم گرفتن، برای تعلیم و تعلم زن تلاش میکنه و همچنین حرف میزنه برای این که زن برای یاد بگیره و برای دیگران یاد بده، برای دیگران بفهمانه. وقتی پیامبر میگن خیرکم من تعلم القرآن و علمه، یعنی این فقط خاص در مورد مرد نیست. و همچنین روایات دیگری که در این مورد آمده، آیاتی که در مورد علما آمده، خاص در مورد مردها نیست بلکه زنها را هم در بر میگیره. و بهترین نمونهش ام المؤمنین عایشه صدیقه و بعد از آن علمای بزرگی که ما داریم در کتب فقهی. وقتی شما مراجعه بکنید در کتب اسلامی مراجعه بکنید، ما دانشمندان بزرگ دینی هم در قسمت علوم دینی و هم در قسمت غیر علوم دینی، ما دانشمندان بزرگی از قشر زنها داشتیم و فعلا هم داریم و اسلام هیچگاهی اینها را نگفته که شما درس نخوانید و شما چیزی یاد نگیرید و شما تعلیم ندهید و تعلیم نگیرید و از این قبیل حرفا. حالا بخش تعلیم نگرفتن یک حرف جدا است. تعلیم ندهید آنچه که در این سفر نامه اول پولس به تیموتائوس میه. به هر صورت این جایگاه زن را چنین به تصویر میکشه، یعنی یک تصویر کاملا متفاوتی که امروز جهان نصرانیت و به خصوص در رأس آنها کلیسا از فرقه های مختلفی که در پیرامون این کلیسا جمع شدن، چی کاتولیک ها هستند، چی اون شاهدان یهوه هستند، چی افکار دیگه که به هر حال ارتدوکس ها و بقیه هستند، اینها با تمام این فرقه ها و گروه هایی که دارن یک تصویر کاملا متفاوتی از زن برای جامعه نصرانیت و حتی برای جامعه اسلامی مطرح میکنن و گویا به شکل وانمود میکنن که دین نصرانیت بهترین حق را برای زن داده و دین اسلام خلاف آن را گفته. و بنده از همین جا گفتم بارها و باز هم میگم، تمام علما و تمام خاخامهای یهودی، تمام کششهای مسیحی، تمام علمای زرتشتی و غیره، حالا فرقه های هم که خودشان را منتسب به اسلام میکنن مثل بهاییت و امثال اینها، کتاب های اینها معروفه، یا کتاب ویدای هندوها، تمام کتاب های اینها معروفه. کتاب زرتشتی ها اوستا، کتاب مقدس یهودی ها و نصرانی ها، کتاب اقدس بهایی ها، کتاب ویدای هندوها، کتابی که به هر حال اون بودایی ها دارن. بودایی ها خب کاملا بحثشان معلومه و واضحه، امروز هم جهان با اونها آشنایی داره. تمام این کتاب ها را بیان جمع بکنین. حقی که اسلام داده، این را با صراحت کامل میگم، حقی که اسلام داده هیچ یک از این ادیانی که نام بردم و ادیانی که نام نبردم و افکار الحادی و آتئیسمی که امروز هست یا ناخدا باوری که امروز وجود داره، هیچ یک از این افکار و از این اندیشه ها و از این ادیان منتسب به الله و غیر منتسب به الله مثل اسلام حقی را که برای زن داده نداده. این را با صراحت کامل میتونم بگم و این را برای اثبات آن دلایل بسیار قوی از قرآن کریم موجود است. شما زمان این موضوع را درک میکنید خواهرم، شما زمان این را درک میکنی ای دختر و خواهر مسلمان یا زنی که حالا مسیحی هستی یا یهودی هستی یا هر دینی که داری، زمان اینها را درک میکنی که این کتاب ها را مطالعه بکنی و در برابر آن قرآن را بفهمی. زمان این حرفم را درک میکنی و متوجه میشی که من دارم چی میگم
دارم از چی چیز نقل قول میکنم. خب این یک تصویری که در حقیقت از کتاب مقدس ما برخی از آنها را نقل کردیم به خدمتتان. در این برنامه همچنان بنده تلاش میکنم که برخی از تصویرهای دیگری را از زوایای مختلف به خدمتتان عرض بکنم از کتاب مقدس، نه از جای دیگر، نه از کیسم، نه از دهان خودم یا از فکر خودم، بلکه از کتاب مقدس برایتان ثابت خواهم کرد که چی جایگاه زن داره. آیا واقعا تصویری که امروز کلیسا از زن برای جهان نصرانیت و مسیحیت و یا جهان اسلام به نمایش میگذاره واقعا این تصویر حقیقت داره، یا به تعبیر روافض یک تقیه هست، تقیه بیش نیست، چون اینها هم تقیه دارن به هر حال و میبینیم واضحه. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، اول از اجازه بدید که به خدمتتان یکی از اسفار تورات را نقل بکنم و بار بار تکرار میکنم که چرا من از تورات هم نقل میکنم. علتش اینه که بهترین آیه‌ای که یا آیاتی که در در انجیل متی هست در باب 5 که عیسی مسیح میگه من نیامدم که تورات را منسوخ بکنم. بار بار این آیه را بنده تکرار میکنم تا اینکه ذهن نشین بشه برای بعضی از دوستان و عزیزان که وقتی من میام از تورات نقل میکنم، این تورات برای نصرانی ها و برای یهودی ها لازم است که عمل بکنند و این کتابی است مورد اعتبار آنها. اگرچه پولس خائن و خیانتکار شورای اورشلیم را که تشکیل داد و در اونجا یک عده بودند، تلاش کرد که به شکل از اشکال برای غیر بنی اسرائیل احکام کتاب مقدس را از اونها ساقط بکنه که پولس به نزد ما بی ارزش است و ارزشی نداره مادامی که کتاب مقدس خودش حرف عیسی مسیح و حرف موسی و حرف بقیه انبیا در صحفی که و کتبی که در اینجا موجود است گفتند. ما نیازی به حرف پولس خائن نداریم. یک آدم یهودی و دشمن عیسی مسیح به لباس دوست داخل شد و خیانت را شروع کرد. حرف او برای ما قابل چالش نیست، مگر اگر از یک جهت اگر عیسی مسیح یا این است که نمیدانست که دین من جهانی است، که این واقعا خودش توهینه، یا این که میدانست که دینم جهانی است. اگر میدانست چرا خودش نگفت که مثلا احکام من یا احکامی که من میآورم برای غیر بنی اسرائیل لازم نیست که عمل بکنند؟ چرا چون این چیزی صراحتا نگفته؟ پس این دلالت میکنه که پولس یک آدم خائن بوده، یک آدمی بوده که به هر حال از پیش خود یک حرفی گفته و یک چرندی گفته به خاطر اینکه دین عیسی مسیح را از اون خطی که عیسی مسیح آمده بود تعیین کرده بود، از آن خط آن را بکشه به جهت انحراف و گمراهی. به هر صورت در سفر لاویان باب 15، سفر لاویان باب 15، سفر لاویان یکی از اسفار تورات هست، از اسفار 5گانه تورات که به موسی علیه السلام فرستاده شده. حالا اصلش نه اینی که امروز در دسترس ماست، اصلش به موسی علیه السلام فرستاده شده، اما چیزی که امروز در دسترس ماست ما بارها گفتیم که این حقیقت نداره و این تحریف شده و دست خورده و این کلام الله نیست و کلام موسی علیه السلام نیست. نه اینکه به صورت اطلاق، بلکه آیات در آن حقیقتا وجود داره ولی کلش آیاتی که از جانب الله فرستاده شده باشه نیست، بلکه دست خورده و ما بارها این را ثابت کردیم. تناقضاتی که در میان این بوده، حرفهای رکیکی که در مورد پیامبران گفتن، حرفهای رکیکی که در مورد الله گفتن و صفات الله گفتن، الله را به نقص نعوذ بالله نسبت دادن و وصف کردن، همین ها دلالاتی است که دلالت صریحی بر این است که این کتاب مورد دستبرد قرار گرفته. به هر صورت این سفر لاویان است دوستان عزیز، سفر لاویان باب 15، باب 15. اینجا میان آیت 19 میگه که زن تا 7 روز بعد از عادت ماهیانه اش شرعاً نجس خواهد بود. یعنی اینکه زن وقتی مریض میشه، مریضی ماهوار میشه یا پریود میشه، چی میشه؟ این نجس میشه. این نجس میشه. یعنی چی؟ نجس میشه زن. ولی اسلام میگه انسان مسلمان و مسلمان نجس نمیشه. مسلمان نجس نمیشه، هیچ گاهی نجس نمیشه. حالا جنوب هم باشه نجس نیست اگر دستش به چیزی بخوره،
و یا اینکه دهانش نجس نیست، دستش نجس نیست مگر اینکه نجسی حسی، نجاست حسی در حقیقت در وجود او دیده بشه که در آن صورت همان جایی که نجاست حسی است همان جایش نجسه که آن با آب پاک میشه، نه اینکه برای مداوم این نجاست در بدن او منتشر بشه و کل بدنش را نجس بکنه. اینجا در مورد زن میگه زنی که عادت ماهیانه میشه این زن نجس خواهد بود، در آن مدت هر کس به او دست بزند تا غروب نجس خواهد شد. یعنی هر کس دستش هم به جانش بخوره در جان نجس میشه. و او روی هر چیزی بخوابد یا بنشیند آن چیز نجس خواهد شد. یعنی چی؟ کسی دست بزنه نجس میشه، کسی اگر روی زمین هم بنشینه آنجایی که نشسته نجس میشه، روی چیزی بخوابه آنجا نجس میشه. یعنی چی؟ این مگر توهین به شخصیت زن نیست؟ 21 22 و 23 یعنی آیات 21 22 و 23 اگر کسی بر اختخاب آن زن یا به چیزی که او روی آن نشسته باشد دست بزند باید لباس خود را بشوید و غسل کند و شرعاً تا غروب نجس خواهد بود. یعنی اگر زن جای نشست کسی دیگر رفت در همان جا نشست، همان فردم نجس میشه و باید غسل بکنه، با وجودی که غسل میکنه باز هم نجسه تا غروب. خب دقت کنید اینجا مردی 24 مردی که در این مدت با او نزدیکی کند شرعاً تا 7 روز نجس خواهد بود. این مرد هم به خاطر نزدیکی کردن با خانومش 7 روز نجس میشه و هر رخت خوابی که او روی آن بخوابد نجس خواهد بود. یعنی این مرد هم تا 7 روز روی هر چیز بنشینه و هر جای بخوابه باز هم نجسه. دقت کنید دوستان عزیز و بزرگوارم، در اسلام خلاف اینه. در اسلام وقتی که زن عادت ماهیانه داره فقط آنچی که برای شوهرش جایز نیست اینه که با اون نزدیکی بکنه، یعنی همبستری بکنه، فقط این برایش جایز نیست. میتونه با همسرش بخوابه، میتونه از غذایی که میپزه استفاده بکنه، میتونه به هر حال تمام آنچی که برایش قبلا جایز بوده جایز است. فقط آنچی که برایش درست نیست در این ایام فقط این است که اجازه همبستری با خانمش را نداره. یعنی وقتی میگین همبستری باید بفهمین منظور همخوابی نیست که به هر حال در کنار هم بخوابند، کنار هم خوابیدن هیچ اشکالی نداره، ولی در اینجا میگه که این زن نجسه، هر جای بنشینه این زن نجسه، به هر چیز این زن دست بزنه نجسه و اگر کسی هم به جانش دست زد، به وجود این زن دست زد، این هم نجس میشه. اگر شوهرش با اون نزدیکی کرد که این رو هم اسلام هم میگه که درست نیست که با اون نزدیکی بکنه، اما اسلام نمیگه که اون نجسه و این هم نجس شد. این حکمی است که در حقیقت با طب امروزی هم سازگار حکمی که اسلام میگه. اما این حکم یعنی چی؟ این توهین به شخصیت زن است. اینها هستند که میآیند در جوامع اسلامی در مورد زن حرف میزنند. یعنی شما تصور بکنین آنچه که کتاب مقدس میگه، شما حساب بکنین حالا نظر به عاداتی که هر زنی داره، نظر به عادات ماهیانه‌ای که داره، تصور بکنین که در ماه چند روز این نجسه به تعبیر کتاب مقدس و باید از اون دوری بشه، باید به انزوا کشیده بشه، کسی با او ننشینه، کسی به جانش دست نزنه. خب به طور اولا کسی نمیتونه از دستش آب بگیره، کسی نمیتونه از غذایش استفاده بکنه، ظرفی که این زن استفاده میکنه حق استفاده از آن نیست، از اون لیوانی که زن استفاده میکنه حق استفاده نیست. اگر دست به اون آب بزنه آبها همه نجس میشه. یعنی چی؟ این مگر توهین به شخصیت زن نیست؟ بدون شک هست. شبیه این باز هم در همین سفر لاویان در باب 12 در مورد زنی که زایمان میکنه همین حرف را میزنه، البته کمی ثقیل‌تر که به خدمتتان عرض میکنم. باز هم سفر لاویان هست دوستان عزیز، باب 12 طهارت بعد از زایمان. میگه خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به قوم اسرائیل بدهد، هرگاه زنی پسری بزاید آن زن تا مدت 7 روز شرعاً نجس خواهد بود، همان گونه که به هنگام عادت ماهانه خود نجس است. خب دقت کنید. آیه 3 روز 8 پسرش باید ختنه شود. خب آن زن باید مدت 33 روز صبر کند، مدت 33 روز. این را خوب دقت کنید، متوجه باشید.
تا از خونریزی خود کاملا طاهر گردد. در این مدت او نباید به چیز مقدس دست بزند و یا وارد عبادتگاه شود. این درست. پنجم، هرگاه زن دختری بزاید. اونجا اگر دقت کرده باشید گفته بود که 1 هفته، میگه که اگر پسری بزاید تا مدت 7 روز شرعا نجس خواهد بود. اینجا میگه هرگاه زن دختری بزاید آن زن تا 2 هفته شرعا نجس خواهد بود. چرا؟ اولا چرا زن نجس بشه؟ ثانیاً چرا پسر باشه 1 هفته ولی اگر دختر بود 2 هفته؟ چرا؟ اینجا باید کلیسا جواب بده. این کشش هایی که اینقدر سر و صدا به پا میکنن بر علیه اسلام حرف میزنن، اینها باید جواب بدن. نان کلیسا را میخورن، باید از کلیسا دفاع بکنن. به نام کلیسا سوء استفاده میکنن، به نام کتاب مقدس سوء استفاده میکنن، حالا باید جواب بدن. خب خیلی خوب. اونجا گفته بود 33 روز باید صبر بکنه چون پسر بود. حالا که دختر است او باید 66 روز، یعنی 2 برابر، 2 33 میشه 66 صبر کند تا از خونریزی خود کاملا طاهر شود. دقت کردید؟ اولا این که نجس میشه، این حکم ما مثلا در اسلام داریم پیرامون نفاس هست که حکم فقهی است و مثل عادت ماهیانه هست که فقط مرد اجازه همبستری با خانمش را نداره، ولی هیچگاهی نگفته که، البته آن مدت معینی که در اختلافی که در میان فقها هست مدتی داره، یعنی مدتی داره یا حد اکثرش که داره، حد اقلش به هر حال در مورد اختلاف است. حالا به هر صورت ما به این موضوعات نمی پردازیم. ولی اسلام برای حکم نفاس یا بعد از ولادت طفل نگفته که زن نجس است. در میان دختر و پسر هم فرق قائل نشده که دختر بود چند روز، پسر بود چند روز، متفاوت. 2 هفته اگر پسر بود، این میگه اگر پسر بود 2 هفته نجس است، اگر دختر بود، اگر پسر بود 1 هفته نجس است، اگر دختر بود 2 هفته. چرا این تفاوت؟ چرا؟ اگر پسر بود 33 روز صبر بکنه، اگر دختر بود 66 روز. چرا؟ مگر وجود دختر اینقدر منحوس و بده؟ نعوذ بالله. خوب دقت بکنید. من میخوام که فکر خود را و عقل خود را به کار بیندازیم، به خصوص کسانی که ادعای نصرانیت و مسیحیت میکنن و ادعای میکنن، این زنی که ادعا میکنه و دختری که ادعا میکنه که من پیرو کتاب مقدسم و به کتاب مقدس را به عنوان کتاب آسمانی و از جانب الله یا کتابی از جانب عیسی مسیح میدانه که هیچ ارتباطی به اینها نداره، نه به الله داره و نه هم به عیسی مسیح. در حقیقت اینها را باید فکر بکنه، بیاندیشه، کمی به خودش زحمت بده و اینها را فکر بکنه. به هر صورت در دین مقدس اسلام نصرانی ها و تبشیری ها زیاد در این مورد حرف میزنند که بله دین اسلام به زن حق نداده، دین اسلام میراث زن را نصف کرده و فلان کرده و اینو آن کرده، و زیاد از جانب مستشرقین که از این مکتب خارج شدند و شاگردانشان، بارها من شاگردانشان را بیان میکنم، هم سکولارها و هم دیگر اندیشانی که حالا همونها در واقع میشه گفت که در یک ردیف هستند و در یک صف هستند. این دیگر اندیشان دینی با همان که بارها بنده گفتم که این دیگر اندیشان دینی به هر چیزی میاندیشند مگر دین، به دیگر اندیشه ها میاندیشند ولی به اسلام نمیاندیشند، به همین واسطه خودشان را مینامند دیگر اندیشان دینی. البته این اصطلاح منه، اونها این حرف را نمیگن، میگن دیگر اندیشان دینی، یعنی ما فکر جدید داریم، فکر نو داریم، باید یک نوگرایی نسبت به اسلام و نسبت دین داشته باشیم، یک فکر جدیدی نسبت به اسلام بکنیم و اسلام جدیدی را در جامعه عرضه بکنیم. البته این حرفای قلمبه سلمبه و حرفهای مزخرف این طبقه از گروه هست، این افراد هست و اینها به خاطر تشکیک اذهان عمومی، به خاطر اینکه شک و تردید در ذهن زن مسلمان بیندازن، چی میگن؟ اسلام حق نداده برای زن و زن نصف حق را برای زن داده. و استدلالشان هم به برخی از آیات قرآن کریم هست که
در حقیقت اگر ما خواسته باشیم در این مورد صحبت بکنیم، در مورد میراث زن، که آیا واقعا زن در تمام امور و در تمام موارد و مسائل میراث در حقیقت همان نصف را میبرد، که نه، چنین نیست. در مسائل مساوی است و در مسائل بیشتر میبره که ما در یک برنامه مفصل در این مورد صحبت کردیم که پیرامون شبهات پیرامون زن بود، که پیرامون میراث زن به طور تفصیل در این مورد حرف زدیم و صحبت کردیم و گفتیم که وقتی الله میگه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میگه فی اولادکم، نمیگه در عموم زنها. در عموم زنها، مثلا به عنوان مثال میگم در مسائلی که زن بیشتر از مرد میبره، بیشتر از مرد میراث میبره. به عنوان مثال فقط یک مسئله را میگم. به عنوان مثال یک فردی فوت میکنه، این مثلا زن فوت میکنه، از او فقط 2 تا میراث برمیمانه. یک شوهرش هست و یک دخترش هست. دخترش در اینجا نصف مال را میبره، نصف مال مادرش را میبره، چون دختر میت هست، دختر این زنی که مرده. ولی شوهرش در اینجا ربع مال میبره، یعنی 4/1 را میبره. تصور کنید اینجا کمتر میگیره، مرد با وجودی که شوهر این زن هست کمتر میگیره و این دختر میت بیشتر میگیره از پدرش و مسائل دیگری از این قبیل. لذا دوستان عزیز و بزرگوارم، این نص صریح قرآن هست، آیاتی که در سوره مبارکه نساء هست در این مورد به طور تفصیل الله متعال مسائل میراث را مطرح کرده. به هر صورت المهم این که اینها میآیند در مورد میراث زن زیاد حرف میزنند و حرفهای مطرح میکنن، شبهات پیش با افتاده مطرح میکنن. اما در کتاب مقدس بیایم سر بزنیم. این افرادی که چنین وانمود میکنن که گویا اسلام برای زن ظلم کرده، که چنین نیست، بلکه اسلام در مسائل عبادی و در مسائل این که در پیشگاه الله کی بیشتر ارزش داره و کی کمتر ارزش داره، زن و مرد را مساویانه قرار داده. ولی در باب میراث پروردگار متعال به صورت عدالتوار در میان زن و مرد حقوق را تقسیم کرده. گاهی زن کمتر از مرد میبره، گاهی مساوی با مرد میبره و گاهی هم زن بیشتر میبره. و این هم نظر به همان حکمتی که پروردگار متعال داشته و نسبت به این که به هر حال مسائلی به عنوان مثال اگر خواسته باشیم در مورد این که مثلا فرد فوت میکنه، از اون دختر میمانه و پسر میمانه، مثلا پسر 2 برابر دختر میبره. خب شما تصور بکنید، مثلا به عنوان مثال برخی از علما این مثال را مطرح میکنن. شما تصور بکنید یک کسی فوت میکنه، یک دختر از آن میمانه و یک پسر از آن میمانه، درسته؟ مثلا 30,000 از او باقی میمانه، 30,000 مالش هست که بعد از او باقی مانده. حالا 30,000 ریال، 30,000 افغانی، 30,000 هر پولی که شما حساب بکنید، 30,000. 20,000 میرسه برای پسر، 10,000 میرسه برای دختر. البته گفتیم این در مسائلی هست که مسائل خاص است. برخی از مسائل اینها با هم مساوی اند، زن و مرد، و برخی از مسائل هم هستند که زن بیشتر میبره، مثل که مثال دادم به خدمتتان. حالا این 20,000 را پسر میگیره، 10,000 را دختر. پسر نیاز به ازدواج داره. شما تصور کنید که 10,000 مهریه هست، این 10,000 را بالای مهریه‌اش میده. دختر هم نیاز به ازدواج داره، 10,000 مهریه میگیره. حالا 10,000 را پسر داد، 10,000 دیگه برای او باقی ماند. با اینکه نفقه به گردنش هست و ولیمه به گردنش هست، یعنی همون قضایی که حالا به عروسی یا به مجلسشان میسازن همه به گردن پسر هست، نفقه دختر هم به گردن پسر هست. حالا من میخوام این مثال یک مثال هست. شما تصور بکنید این 10,000 را پسر داد برای ازدواجش، برای مهریش، 10,000 دیگه برای او باقی ماند. دختر خواهرش که 10,000 میراث گرفته بود، 10,000ش باقی است، کسی با او ازدواج میکنه، 10,000 برایش اضافه میده. حالا پول دختر بالا رفت از پول پسر، برای پسر بیچاره 10,000 باقی ماند که اینها را هم مجبور مصرف عروسی و مصرف دیگه مسائل بکنه. مثلا میگم حالا
و این دختر پولش کاملا برجاست و مصرفی هم نمیکنه، نفقه هم به گردن او نیست. و جالبه که اگر این دختر و پسر مثلا خواهر و برادر از یک پدر مانده باشند، بر برادر لازمه که تا زمان خواهر ازدواج نکرده نفقهش را بپردازه. متوجه شدین؟ حالا شما تصور بکنید عقل اینها چقدر منجمده، چقدر عقل اینها منجمده. در حقیقت اگر ما حساب درست و حسابی بکنیم، حق دختر خیلی بالاتر از حق پسر بیچاره است. باز هم سر و صدا با پا میکنن. خیلی خوب. ببینید در کتاب مقدس اینها چیست. در کتاب مقدس اینها چیست. ما وقتی در کتاب مقدس مراجعه میکنیم میبینیم که مادامی که یک شخص فوت میکنه از اون دختر میمانه و پسر. دختر حق نداره، هیچ حق نداره، حتی یک روپیه هم نمیگیره، یک ریال هم حق گرفتن مال پدر را نداره، چون برادرش هست. مادامی که پسر باشه برای دختر هیچ حقی نیست. ولی اگر پسری وجود نداشت، هر حال اینجا برای دختر یک چیزی داده میشه. خب دقت کنید، ببینید در سفر اعداد باب 27، اینجا بنده یادداشت کردم. بله، سفر اعداد آیت 27 باب یا فصل 27 اینجا میایه آیت 8 میگه به بنی اسرائیل بگو که هرگاه مردی بمیرد و پسری نداشته باشد ملک او به دخترانش میرسد. متوجه شدید؟ یعنی این که اگر دختری اگر فردی فوت کرد و پسر داشت، برای دختر هیچی نمیرسد، دختر هیچ حق نداره. ولی اگر برادری نداشت و این میت که یعنی پسرهای این میت بشه نبودند، برای این دختر میرسه. اینها میان در مورد اسلام حرف میزنن. اینها میان در مورد اسلام حرف میزنن، در حالی که بنده حکمت در اسلام گفتم و به طور تفصیل هم در حقیقت به خدمتتان عرض کردم و مثال هم دادم. اینها میان در مورد اسلام حرف میزنن. همیشه این حرف را من میزنم، این ضرب المثل را میگم و برای این کشش ها باز هم بازگو میکنم. تا زمانی که خانه‌ات از شیشه است، به خانه مردم سنگ پرتاب نکن. شما میایید از میراث حرف میزنید، شما میایید در مورد حق زن حرف میزنید، شما میایید در مورد جایگاه زن در اسلام حرف میزنید. واقعا عجیبه. اگر انسان اندک حیا و شرمی داشته باشد و کتاب مقدس را بخواند و بفهمد و بداند، چون این اعتراضات تو خالی نمی کند، مگر اینکه یک انسان دروغگو باشد، یک انسان کذاب باشد، یک انسان فریبکار باشد و پروژه‌ای کار کند و به فکر کیسه باشد و به فکر این باشد که جیب خود را پر کند. ما با این مردم حرفی نداریم. من با عقلای اینها حرف دارم، با دختر و پسری که خودش را نصرانی میگن، خودشان را نصرانی میگن و به عنوان دین محبت و دین حق و حقوق این دین را قبول کردند، با اینها حرف دارم. جوان عزیز، دختر مسیحی و زن مسیحی و مرد مسیحی، به خدا قسم ما اینها را از روی خیرخواهی برایتان میگیم. خودتان را دریابید، راه را خودتان برای خود انتخاب کنید. عقلتان را در این عصری که عصر تمدن و پیشرفت هست و اطلاعات در تمام جاها به دسترستان هست، عقلتان را به دست یک عده افراد دروغگو و افراد فریبکار ندهید. نگذارید که اونها برایتان تصمیم بگیرند، نگذارید که اونها برایتان حرف بزنند، نگذارید که از زبان شما اونها برایتان سخنگو بشن. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، اجازه بدید که یک میان برنامه با هم ببینیم، یک استراحت کوتاه عزیزان هم بکنند، بعدا ان شاء الله دوباره در خدمتتان قرار خواهم گرفت ان شاء الله. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. و مهریه زنان را با رغبت به عنوان هدیه به آنها بدهید و اگر با رضایت خاطر چیزی از مهریه خود را به شما بخشیدند پس آن را حلال و گوارا بخورید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، این مسائلی بود که قبل از میان برنامه به خدمتتان عرض کردم پیرامون جایگاه زن و حقوق زن در کتاب مقدس. حالا عقلهایی که سالم است و عقلهایی که در واقع میخوان که دنبال حقیقت باشن آنها را مورد خطابم قرار دادم و امیدوارم که فکر بکنن در این باره و فکرشان را کمی به کار بیاندازند. به هر صورت از مسائل دیگری که عقب نشینی های کلیساست و از سکوتهای مرگبار کلیساست مسئله خوردن گوشت خوک هست. امروز جهان مسیحیت با راحتی در جهان مسیحیت و در جهان نصرانیت و مسیحی‌ها در صورت کلی یا به هر حال اکثرا و غالبا در این باره هم تنازل دارند و راحت گوشت خوک را استفاده می کنند و می خورند، در حالی که در کتاب مقدس خلاف این هست. در کتاب مقدس خلاف این هست و گفته می شود که یکی از مسائلی که مورد تحریف قرار گرفته یا به تعبیر دیگه بگین به انحراف کشیده شده توسط پولس خائن همین مسئله هست و امروز هم کلیساها ساکتن در این باره، ولی برای ما آنچه حجت است و آنچه که باید برای نصرانیت حجت باشه کلام عیسی مسیح و کلام موسی است، نه کلام پولس. این را خوب در ذهنتان جای بدهید. متاسفانه در ادیان مختلف و در فرقه های مختلف و اندیشه های گوناگون یک سری افراد را میآیند بزرگ میکنند، بعد حرفشان را به جای حرف خدا و حرف پیغمبر می نشانند. اول برای تو اون فرد را بزرگ می کنند، بعد حرفش را به خورد تو می دهند. متوجه شدید؟ این واقعا مصیبته. یک فردی که از دینی پیروی میکنه و از فکر پیروی میکنه درست پیروی بکنه. حالا ببینید در کتاب مقدس چی میگه در مورد گوشت خوک. و امروز نصرانی ها خیلی راحت گوشت خوک را میخورند، کلیسا هم ساکت است، شبکه های نصرانی و مسیحی هم ساکتند و جرأت ندارند که بگویند حرام است، چون به تعبیر عامیانه بگین حالا بلوای عام شده. جرأت این را ندارند که بگن حرام است، چون اونها دنبال افرادند،
دنبال کسانی هستند که حالا خودشان را منتسب بکنن به مسیحیت، یک صلیب هم به گردنش باشه، همین کافیه، کفایت میکنه. و ما بارها این مورد رو حرف زدیم. به هر صورت سفر لاویان همچنان که به خدمتتون قبلا عرض کردم یکی از اسفار پنجگانه تورات هست. ببینید در این مورد چی میگه. یک مورد از عهد قدیم و تورات نشان میدم و یک قسمت هم ان شاء الله از از تورات، یعنی یکی از سفر لاویان و هم از سفر تثنیه به خدمتتون ان شاء الله نشان خواهم داد. اینجا سفر لاویان هست، باب 11 حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت. اینجا میآیه میگه که خداوند به موسی و هارون فرمود، آیه اول، که این دستورات را به قوم اسرائیل بدهند: هر حیوانی که شکافته سم باشد و نشخوار کند حلال گوشت است. خیلی خوب. آیه 4 تا 7 میگه ولی گوشت شتر، گورکن و خرگوش را نباید خورد، زیرا این حیوانات هرچند نشخوار میکنند اما شکافته سم نیستند. همچنین گوشت خوک را نیز نباید خورد. نباید خورد. نباید خورد. میدانید که دیگه خیلی واضحه، فارسیه، عربی نیست. نباید خورد یعنی وجوبا نباید خورد، الزاما نباید خورد. زیرا هرچند شکافته سم است اما نشخوار نمی کند. حالا این ما به این حرفش کاری نداریم، المهم این که میگه نخورید. برای کی میگه؟ برای قوم بنی اسرائیل و برای کسانی که در حقیقت اونها خودشان را، حالا ما خوب ادعا میکنیم و ثابت هم میکنیم که این دین جهانی نیست و دلیلش اینه که فقط یک قوم خاص را مورد خطاب خود قرار میده. اما کسانی که خود ادعای نصرانیت و مسیحیت میکنن یا یهودیت، الزاماً باید از این کتاب پیروی بکنن، حالا بنی اسرائیل هستن یا نیستن. بله، در سفر تثنیه باب 14 بله باب 14 آیه 8 شبیه همین در اونجا هم هسته، در اونجا هم موجوده. خب این باب 14 هست، حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت، شبیه همان عنوانی که در اونجا گذاشته بوده. خب میآیه اینجا بعضی از حیوانات را نام میگیره. آیه 8 میگه خوک را نباید بخورید. خوک را نباید بخورید، فارسیه دیگه، خیلی واضحه. چون با این که سم شکافته دارد نشخوار نمی کند. حتی به لاشه چون این حیوانات نباید دست بزنید، یعنی نجسه. به لاشه اینها هم نباید دست زد. در همون سفر لاویان هم همین را میگه، بعدن آیاتی که داره و فقراتی که داره همین موضوع را در اونجا هم مطرح میکنه که نباید به این حیواناتی که به اونها حرام گفته شده در بالا، که از جمله آنها خوک است، بلاشه آنها هم نباید دست زد. بلاشه آنها هم نباید دست زد. حالا سوال اینجاست دوستان عزیزم که چرا کلیسا ساکته؟ چرا کلیسا حرفی در این مورد نمیزنه؟ چرا نمیگه که این گوشت حرامه؟ چرا؟ ما خب چرایش را میدانیم. علتش اینه که این دین را خودشان ساختند. هر طوری که از زمانی که این دین به وجود آمده سالهای بعدش شروع کردن به دستکاری، تا حالا دستکاری میکنن و فعلا هم دستکاری ادامه داره و ادامه خواهد داشت. و اینها برای بیدین کردن مردم هستند. برایشان مهم نیست که در کتاب مقدس چیست. ای عقل بیدار، ای عقلی که به دنبال تحقیق هستی، بیشتر بیدار باش. اینها باید برای تو تلنگر باشد. برای ذهن تو و بیداری عقل تو هشدار باشد که چرا به کتاب مقدس عمل نمی کنی، در حالی که کتاب مقدس برایت چیزی میگه و کشش و پولس خائن چیز دیگری میگه، که اگرچه برخی از نامه های پولس هم حالا در ضمن کتاب مقدس هست، ولی پولس کجا و عیسی مسیح و موسی کجا؟ این را خودت هم میدانی. انتهایش میگیر پولس
رسولی بوده، ولی نمیگی که در مقام عیسی مسیح و در مقام موسی قرار داشته. لذا عقلهایی که دنبال تحقیقاً باید بیدار بشند، این مسائل را بفهمند. در روز قیامت هیچ کس به دردتان نخواهد خورد، هیچ کس شما را نجات نخواهد داد. شما نه به دین عیسی مسیح عمل میکنید، نه به کتاب مقدس عمل میکنید، نه به اسلام باور دارید. حداقل به همان دینی که هستید خوب باشید، به اینها عمل کنید. اگرچه با وجودی که این دین سراسر خزعبلات و خرافات هست و ربطی به عیسی مسیح ندارد و ربطی به الله ندارد و هیچ ربطی به موسی ندارد و هیچ ربطی به سایر انبیا ندارد. دینی است که مورد دستپرد قرار گرفته، دینی است که تحریف شده، دینی است که به انحراف و کجی کشانده شده. به هر جهتی که خاخام و کشش خواسته آن را کشانده و امروز هم میکشانه و تو را هم به طرف خود میکشه. تو چرا عقلت را میدی به دست او؟ تو چرا میگذاری که کشش برای تو فکر بکند یا کلیسا برای تو تصمیم بگیرد؟ فقط روز یک شنبه برو در اونجا اناشید بشنو و سرود بخوان، زنها هم برای تو میرقصند داخل کلیسا. آیا این شد دین؟ دین را به مسخره گرفتند. اصلا ماهیت دین را به مسخره گرفتند، نه دین نصرانیت، ماهیت دین را به مسخره گرفتند. دارن استهزا میکنند، بر ریش شما میخندند، شما را فریب میدهند و پولتان را هم میگیرند. خیلی راحت پول را میگیرند. میدونید که اونها هم دارند شبیه این زکاتی که در حالا زکاتی که در اسلام هست، غیر از اون خمسی که در دین تشیع هست، شبیه همان خمسه، حتی از خمس هم بالاتر. اونها هم میگیرند، جیبشان را پر میکنند، به نام عیسی مسیح سوء استفاده میکنند، از زنان مردم سوء استفاده میکنند، از دختران مردم سوء استفاده میکنند، کارت غفران برای شما میدهند، بهشت برای شما میبخشند، شما را از دوزخ نجات میدهند. بله، به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، میخوام که بیشتر به این موارد دقت بکنید و بیدار بشید. شراب نوشی در کتاب مقدس ممنوعه، اما امروز چرا به آن توجه نمیشه؟ اگرچه سایت های نصرانی و مسیحی و شبکه های مسیحی تلاش میکنند که راهی برای بیرون رفت برای خودشان پیدا بکنند و به شکلی از اشکال این جامعه را با کتاب مقدس وفق دهند. میدانید دیگر اندیشان دینی که در داخل دین اسلام هستند میخوان همین کار را بکنند. میخوان که جامعه غربی را با اسلام سازش بدند. یعنی چی؟ یعنی این که میخوان که ببخشید خلاف آن، معذرت میخوام، عکس آن، میخواهند که اسلام را با دنیای غرب سازش بدند، نه اینکه دنیای غرب را و افکار پوسیده غربی را با اسلام پیش بیارند و به شکلی از اشکال اصلاح بکنند، افکار غربی را با اسلام اصلاح بکنند. این را نمیخواهند. میخواهند که به شکلی از اشکال اسلام را وفق بدن با چی؟ با افکار پوسیده غربی. این کار دیگر اندیشان دینی است یا سکولارها. دقیقاً کلیسا همین کار را میکنه. امروز میخواد مفاسدی که در جهان غرب وجود داره و مفاسدی که در میان پیروانش وجود داره، این مفاسد را به شکلی از اشکال بیایه از لابلای کتاب مقدس بکشه بیرون و بگه بله اصل در کتاب مقدس داره و شما اجازه دارید هر کار دلتان میخواهید بکنید. مثل که برایتان مثال زدم، در آلمان، در آمریکا و برخی از کشورهای دیگر، حتی در بریتانیا، برخی از کلیساها هم جنسگرایی را به رسمیت شناختن. خیلی راحت عقب نشینی میکنن و به شکلی از اشکال تلاش میکنن که از لابلای کتاب مقدس حرفای پیدا بکنن تا این که مردم را با آن افکار و دیدگاه هایی که موافق حتی با
بشریت نداره و انسانیت نداره و خلاف بشریت و انسانیت هست، اینها را هم به شکل از اشکال وفق بدن و بگن بله در کتاب مقدس اصل داره. شراب را هم مثل این کردند، مثل آب می نوشند. حتی کشش هایشان مثل آب می نوشند. البته شاید افراد باشن از اینها افراد هوشیار و عاقلی که ننوشند، ولی تا جایی که بنده خبر دارم می نوشند. افراد دیندارشان شراب می نوشند در حالی که در کتاب مقدسشان منع شده. سر میزنیم به عهد قدیم و سر میزنیم به عهد جدید، ببینین که در مورد شراب چی میگه. البته مستندات یا به شکل دیگه بگین جاهای مختلفی در کتاب مقدس موجود است که از شراب نوشی و از موادی که نشاآور است در واقع منع شده. ببینین در کتاب مقدس چی میگه. اول به سفر لاویان میرین. این سفر لاویان را امروز بسیار بسیار به خدمتتان عرض کردم و خواندم. سفر لاویان باب 10. در سفر لاویان باب 10 آیه 8. بله اینجا نشانی نکردم ولی هست اینجا موجوده، دوستان اگر زوم بکنن اینجا رو. سفر لاویان باب 10 آیه 8 و 9 میگه آنگاه خداوند به هارون گفت وقتی به خیمه عبادت می روید هرگز شراب یا مشروبات مست کننده دیگر ننوشید مبادا بمیرید. این قانونی است دائمی برای تو و پسرانت و تمام نسل‌های آینده‌ات. اولا از اینجا یک نکته را ما میگیریم، این که این دین خاص برای بنی اسرائیل و فرزندان موسی و هارون و اینها بوده، ولی اینها میگن دین جهانی است. خیلی خوب و ملزمن که از کتاب مقدس پیروی بکنن. خیلی خوب. الله و خدا به هارون چی میگه؟ میگه وقتی وارد خیمه شدی برای عبادت مواد و شراب مست کننده ننوش و این امری است برای تو و فرزندانت و نسل‌های آینده، برای همیشه، نه یک جای خاص و نه یک مورد خاص. دائمی، این قانونی است دائمی برای تو و پسرانت و تمام نسل‌های آینده‌ات. این در کتاب مقدس، در تورات، در سفر لاویان باب 10 آیه 8. میریم به سراغ عهد قدیم. ببینید در عهد قدیم هم شبیه همین گفته شده. در انجیل لوقا باب اول، بله انجیل لوقا باب اول آیت 15. این انجیل لوقا است، سرگذشت عیسی مسیح نوشته لوقا باب اول. اینجا میه در مورد یحیی و زکریا صحبت میکنه. میگه که آیت 15 زیرا او یعنی یحیی یکی از مردان بزرگ خدا خواهد شد. او هرگیز نباید شراب و مشروبات سکر آور بنوشد. دقت کردید؟ مواد الکلی نمی نوشد، موادی که نشه کننده باشد نمی نوشد، شراب نمی نوشد، چون بنده خوب خداست، از مردان بزرگ خدا خواهد شد و صفتش اینه که شراب نمی نوشه. حالا جناب کشیش، فردی که خودش را به عیسی مسیح نزدیک میدانه و به خدا نزدیک میدانه، حالا با منطق خودشان به پدر، پسر و روح القدس که این هر سه در حقیقت انشاءالله بعدا در موردش صحبت میکنیم که مسئله تثلیث هست، غلط و اشتباه. حالا به منطق خودشان خدا، پسر و روح القدس را میخواد راضی بکنه ولی شراب مینوشه، شراب مینوشه و مست میشه، هیچ پروایی هم نداره. کتاب مقدس گفته مهم نیست. میگه من که بنی اسرائیلی نیستم که کتاب مقدس را عمل بکنم. خیلی راحت هر کار دلش میخواد انجام میده و کسی هم که میخواد که لجام گسیخته باشه خیلی راحت او را میبرن. بیا اشکال نداره شراب بنوش، هر کار دلت میخواد بکن، زنا بکن، هم جنسگرایی بکن، هر کار دلت خود میخواد بکنی، ولی صلیب در گردنت باشه. ماشاءالله، آفرین بر شما. خب خیلی خوب،
میگه زیرا او یکی از مردان بزرگ خدا خواهد شد و هرگز نباید شراب و مشروبات سکرآور بنوشد، چون حتی پیش از تولد از روح القدس پر خواهد بود. یعنی نیازی ندارد به این حرفا. خیلی خوب دوستان عزیز و بزرگوارم، این در کتاب مقدس است آنچه که در مورد شراب میگه. اما چرا امروز کلیسا عقب نشینی کرده و چرا حرفی نمیزنه؟ چرا دم نمیزنه از این مسائل و حرفی نمیزنه از این مسائل؟ اجازه بدید دوستان عزیز و بزرگوارم میان برنامه را با هم ببینیم و بعد از میان برنامه تماس های شما عزیزان را خواهیم داشت و پیرامون آنچه که گفته شد دوست داریم عزیزان تماس بگیرن و صحبت بکنن، تعلیقی دارن، حرفی دارن، سوالی دارن پیرامون آنچه مطرح شد، انشاءالله در خدمت دوستان عزیز و بزرگوارم خواهم بود انشاءالله. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در زمینه دین با شما نجنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نرانده اند باز نمی دارد. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. الله شما را تنها از دوستی با کسانی باز می دارد که در کار دین با شما جنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون رانده اند و به بیرون راندنتان کمک کرده اند و کسانی که با آنان دوستی کنند ستمکارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستید. دوستان عزیز و بزرگوارم، قبل از میان برنامه به خدمتتان مسائلی را مطرح کردم که دلالت صریحی بر عقب نشینی کلیسا داشته و داره. شماره زیرنویس میشه. دوستان عزیز از این به بعد میتوانند که با این شماره‌ای که زیرنویس میشه تماس بگیرند و مسائلی که در برنامه گفته شد میتونن که پیرامونش سوال داشته باشند و یا اینکه اگر حرفی داشته باشند پیرامون برنامه و آنچه که مطرح کردید به خصوص در باب حقوق زن و همچنین عقب نشینی هایی که کلیسا در طول قرون داشته و داره و فعلا هم در حال عقب نشینی هست و هر روز دنبال این است که به شکل از اشکال جامعه فاسد را با کتاب مقدس برابر بکنه و کتاب مقدس را در واقع یا کتاب مقدس وفق بده با اونها و برابر بکنه و به شکل از اشکال موافقت در میان آنها به وجود بیایه که مردم را به شکل بیدین بسازه، مردم را به شکلی از دینشان دور بکنه و گفتیم که برایش مهم نیست که مردم عمل بکنن یا نکنند، ولی آنچه که برای کلیسا مهم است و با آن اهتمام می‌ورزه بحث منحرف کردن است. حالا از راه‌های مختلفی که خودشان استفاده می‌کنن، گاهی از طریق شبکه‌های اینترنتی هست، گاهی هم از طریق تلویزیون‌ها و گاهی هم دعوت‌های مخفیانه‌ای که در کشورهای اسلامی برای انداختن و می‌اندازند که با آن تنصیر می‌گویند
و پخش و نشر کتاب‌هایی که مرتبط با آن هست. اجازه بدید که با هم دیگر تماسی را بشنویم و بعداً باز هم انشاءالله ادامه خواهیم داد برخی از مسائل را. السلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام بر شما. علیکم السلام برادر عزیز، بفرمایید. من عرض کنم که برنامه‌تون رو دیدیم چند هفته است که بحث میشه معرفی بفرمایید برادر عزیزم؟ میشه معرفی بفرمایید؟ عبدالله از ایران. بسیار خوب، آقا عبدالله عزیز بفرمایید. بله، در مورد کلیسا و مشکلاتی که دارن صحبت میکنید، استفاده کردیم و جای همچین برنامه‌ای واقعا به نظرم خالی بود. در شبکه‌ها هم دست گریخته پرداخته میشد، ولی به نظرم اگر ادامه داشته باشه با توجه به شبهه‌ها و حرکت‌هایی که دارن کسایی که تبلیغ میکنن کلیسا رو، جا داریم برنامه به نظرم خیلی ادامه داشته باشه و اصطلاحاً ماها بتونیم استفاده بکنیم. حالا شاید اونا لجاجت کنن نخوان استفاده کنن. اما من در مورد زنان خواسته که موضوع برنامه‌تون هم هست میخواستم بگم که متاسفانه با از پوزیشن مخالفت با شما داشته باشم که تنها این کلیسا و امورات اونها نیست که برای زن حقوقی قائل نیستند. به نظرم در دین خود ما هم شاید شما الان آیات یا روایتی بیارید، ولی به نظرم اون چه که الان هست در جامعه ما، در جوامع دیگر اسلامی که می‌بینیم، برای زن هیچ اهمیت قائل نیست. برادر عزیز بزرگوارم، برادر عزیزم، ببینید شما، یک مسئله است که در جامعه اتفاق میفته و مردم انجام میدن، یک مسئله که در کتب و نصوص مقدس موجوده. وقتی ما صحبت میکنیم و کتاب مقدس را میاین به نمایش میگذارین، در برابر آن ما قرآن قرار میدین، یعنی نصوص اسلامی را قرار میدین. من با حرفتان تا اینجا موافقم که برخی از بعضی افرادی که منتسب به اسلام هستند به هر حال خودشان را مسلمان هم میدانند، ولی رابطهشان با زنها خوب نیست یا عملکرد و رویکرد درستی با زنها ندارند. اینها نمیتونن که نماینده اسلام باشند. وقتی که ما از یک دین حرف میزنیم، ما نصوص آن را مورد نظر داریم. همچنان که بنده ظلم نکردم و تعدی برای نصرانیت حتی نکردم و نصوص شرعی که در کتابشان موجوده، در کتاب مقدسشان موجوده، آن نصوص را آوردم به نمایش گذاشتم و در برابر آن گفتم که نصوص اسلامی خلاف این را میگه. نصوص اسلامی حق حقوق فراوانی گفته. حالا که احمد، محمود، فلانی و فلانی عمل میکنن یا نمیکنن، این یک بحث جداگانه ای هست برادر عزیزم. درست که فرمایید. جزاکم الله خیرا. تشکر از شما، تشکر از شما. سلامت باشید برادر عزیزم. تماس بعدی را میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. فکر کنم که تماس بیننده عزیزم قطع شد. به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، اگرچه بنده تشریح کردم این موضوع را، باز هم تشریح میکنم. ما افرادی در تمام ادیان داریم که به نصوص شرعیشان عمل نمی کنند. در تمام فرقه ها و مذاهب داریم که به نصوص شرعی و به نصوص دینیشان پروایی ندارند. به همین جهت من هیچگاه نیامدم که بگم والله فلانی یک مسیحی است در فلان جا به حق برای زنها نداده، در حالی که امروز در ظاهر امر کلیسا خلاف این را میگه، خلاف نصوص کتابش را میگه. ما وقتی از یک دین صحبت میکنیم باید نصوصی که در این کتاب هست، نصوصی که در این دین هست و کتب و رسائل و نوشته هایی که در این دین مورد اعتبار هست و به اون اعتمادشان هست و تکیهشان هست و آن را وسیله برای منتسب بودنشان به آن دین میدانند، ما از این آمدیم صحبت کردیم و صحبت میکنیم. بنده اگر یادتان باشه دوست عزیزم آقا عبدالله عزیز و تمام بینندگان عزیز، من در لابلای برنامه وقتی گفتم که دین زرتشتی، دین هندویزم و دین نصرانیت و دین یهودیت و فرقه های دیگری که نام گرفتم، کتاب هایشان رو نام گرفتم. گفتم که کتاب ویدا، گفتم کتاب اوستا، گفتم کتاب مقدس، تورات، انجیل و ملحقاتشان، اینها را نام گرفتم. بنده
خاصتا در مورد فرد حرف نگفتم، چیزی نگفتم، بلکه نصوص که در کتابشان موجوده، در کتاب مقدس یهودی ها و نصرانی ها و مسیحیت موجود، آنها را به نمایش گذاشتم و گفتم که این هم نصوصشان، خودتان قضاوت کنید. تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید برنامه بازسازی اندیشه. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی، بله دوستان عزیز وقت تماس میگیرین لطفاً صدای تلویزیون هایتان را ببندید تا اینکه صدا با اندک تأخیر برایتان از طریق تلویزیون میرسه، از طریق تلفن صدای ما را داشته باشید و ان شاء الله که بهتر میشنوید. به هر صورت لذا ما آمدیم نصوص را مورد بررسی قرار دادیم. یکی از دوستان سوال کرده بود، البته این سوال فکر میکنم در فیسبوک بود چند روز پیش، اما قبل از آن اجازه بدید تماس را بگیریم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام بیننده گرامی، بفرمایید. سلام. علیکم السلام، بفرمایید بیننده گرامی. سلام. حال شما خوبه؟ من برنامه شما رو نگاه می‌کردم. خیلی برنامه جالبیه. اگر لطف کنید معرفی بفرمایید. من همیرا هستم، از ایران تماس میگیرم. خیلی خوب، به هر حال بفرمایید. اگر سوال پیرامون برنامه دارید بفرمایید. بفرمایید. دوستان عزیز من صدا رو در داخل بله بفرمایید. خب نمیدانم صدایشان قطع شد. به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی، بله یکی از عزیزان سوال پرسیده بود در فضای مجازی در فیسبوک و گفته بود که چرا شما اینقدر با کلیسا دشمنی میکنید و نمیدانم به جان کلیسا چسبیده اید و از این حرفا. اجازه بدید تماس را بشنویم. سلام بیننده گرامی، بفرمایید. خب تماس قطع شد. به هر صورت جوابش اینه که اولا وقتی ما در این مورد حرف میزنیم، در مورد کلیسا حرف زدیم و حرف میزنیم، اگرچه در اول برنامه هم بنده اشاره کردم، به خاطر مفاسدی که اینها انجام دادن و انجام میدهند و تعدیها و تجاوزها و حرفهای بی ربطی که نسبت به اسلام میدهند و خودشان را بر حق میدانند، ما مجبوریم که این مسائل را مطرح بکنیم و همچنین افرادی که فریب این مردم را خوردن، چی از نصرانی ها و چی از مسلمانان فریب خورده ای که فهمشان نسبت به دینشان کم بوده و فریبشان را خوردند، ما باید مسائل را مطرح بکنیم تا مردم حق و باطل را از هم بشناسند و بفهمند. لذا این مسائل را ما مطرح می کنیم به خاطر این موضوع هست دوستان عزیز و بزرگوارم. وگرنه گاهی منم پیش خودم فکر می کنم که کلیسا خیلی بیارزشتر از آنه که چندین ساعت را ما مختص به آن بکنیم، ولی امروز می بینیم که با تمام سرعت کلیسا تلاش میکنه برای گمراه کردن و بیدین ساختن مردم، برای به انحراف کشیدن مردم و برای این که مردم را به سمت و سوی بدی بکشانه. ما هم میخواهیم که حق و حقیقت را واضح بکنیم. تماسی را میشنویم. سلام بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق. بله وصال حق، برنامه بازسازی اندیشه. معرفی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیز. بله بفرمایید. وصال حق، برنامه بازسازی اندیشه. از اهواز زنگ میزنم. کار خوبی میکنید، بفرمایید برادر عزیزم. آقا من شیعه هدایت شده. ماشاءالله. خداوند در هدایتتان بیفزاید. این یهود و هم بله. الله در هدایتتان بیفزاید برادر عزیزم، بفرمایید. دستتون در نکنه.
سلام. آقا این درباره خودم زبون عربم، این درباره یهود و نصارا، این نزد پروردگار اینجا جاشون کجاست؟ حسابشون چطوره نزد پروردگار؟ آیا وارد بهشت میشن؟ وارد بهشت نمیشن؟ بله بسیار خوب، بسیار خوب، انشاءالله صحبت خواهم کرد. یکی هست آیه یا بله آیه هست که تو سوره فقر ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. استدلال هم بنی اسرائیل بله. در نکنه. خیلی ممنون. تشکر از شما، تشکر، جزاکم الله خیرا. سلامت باشید برادر عزیزم. در مورد یهود و نصارا برادر عزیزم، اولا این آیه که شما عرض کردید شبیه این در سوره مبارکه نساء هم هست. شبیه این در سوره مبارکه نساء هم هست. الله متعال سبحانه و تعالی در مورد یهود و نصارای حرف میزنه که اینها ایمان میآورند، اینها به حقیقت ایمان میآورند و اینها به درستی عمل میکنن، یا به کسانی گفته میشه که اینها در همان زمان به دین خودشان پایبند بودن و عمل کردند، ولی وقتی اسلام آمد لابد باید به اسلام عمل بکنن. اما اینکه جای اینها در بهشت است یا در دوزخ، کسانی که قبل از ظهور اسلام و قبل از پدید آمدن اسلام بودند و به دینشان پایبند بودند وارد بهشت میشن. اما امروز اینها فقط یک راه دارند و آن این که باید مسلمان بشن که وارد بهشت بشن. الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن کریم چی میگه؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. الله میگه غیر از اسلام، در سوره مبارکه آل عمران الله میگه غیر از اسلام کسی دین دیگری را بگیره و دین دیگری را پیروی بکنه فلن یقبل منه، هرگز از او پذیرفته نمیشه. و هو فی الاخره من الخاسرین، او در آخرت از زیانکاران وارد جهنم میشه. و همچنین آیات قرآن کریم در این مورد فراوان و فراوان و فراوان هست که از جمله آنها فقط یک آیه را به خدمتتان عرض کردم و خیلی واضحه. الله سبحانه و تعالی اینها را به بهشت داخل نمیکنه، الله متعال اینها را به جنت داخل نمیکنه، چون اینها کافرند. اینها کافرند، اینها به پیامبر خدا ایمان نیاوردند صلی الله علیه و سلم. به قرآن کریم اینها باور ندارند و ایمان نیاوردند. لذا به خاطر این موضوع اینها کافر شمرده میشن و وارد جهنم میشن. لذا باید خودشان را دریابند و بهشت پروردگار سبحانه و تعالی را با ایمان آوردن خودشان بخرند. تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو، درود بر شما. سلامت باشید برادر عزیزم، بفرمایید از کجا تماس گرفتید و نامتان؟ من دانیال هستم، از تهران تماس میگیرم. بله آقا دانیال عزیز بفرمایید. ببینید پیرامون موضوع اگر میخواهید در مورد دانیال عزیز، دانیال عزیز، در مورد شریعت ما میخواهید دانیال عزیز، دانیال عزیز، نگاهی به کتابای خودتون بندازید. دانیال عزیز، کم لطفی نکنید. صدای من را میشنوید؟ آقا دانیال عزیز صدای من را میشنوید؟ بله صدای شما رو میشنوم. بسیار خوب. من آنچه در مورد موضوع برنامه چیزهایی که گفته شد اگر حرفی دارید بفرمایید، دفاعی دارید بفرمایید. در مورد همین میخوام صحبت بکنم و دفاع میخوام بکنم. اگر شما اجازه بدید بنده صحبت بکنم. آقا دانیال عزیز برایتان اجازه داده میشه، وقت هم هست. آقا دانیال عزیز برایتان اجازه داده میشه. اول پیرامون موضوع برنامه حرف بزنید، بعد اگر توصیه‌ای داشتید توصیه‌تان را با دل و جان میشنوین. بفرمایید. قبول دارید این نصوصی که در کتاب مقدس موجوده و این حرف بزنم؟ آره من میخوام در مورد همین مسئله صحبت کنم. بفرمایید. اگر اجازه بدید صحبت کنم. ببینید آقای محترم، استاد عزیز، دوست گرامی، شما یک نگاه بکنید همین مطالبی که الان شما اومدید از کتاب ما بیان کردید و اومدید فرمودید که کتابای خودتون هم هستش. نگاه کنید در تفسیر قرطبی شما اومده که امام شافعی داره میگه خوردن گوشت انسان جایزه. برادر عزیزم گوش کنید. تفسیر قرطبی نامش چیه؟ نام تفسیر قرطبی را میدانید شما؟ میخواید همین لپتاپتون که هست
تفسیر قرطبی نامش را میدانید شما؟ آقا دانیال عزیز، آقا دانیال عزیز، من تفسیر قرطبی را خب میشناسم، فردی که آن را نوشتان را میشناسم، امام شافعی را هم میشناسم. شما تفسیر قرطبی نامش را بلدید؟ تفسیر قرطبی از اسمش مشخصه دیگه، تفسیر قرطبیه. اسم کتاب تفسیر قرطبی است. اسم کتاب تفسیر قرطبی است یا نام دیگری داره؟ آقای عزیز میخوای بحث بکنید تو کتاب شما اومده که خوردن گوشت انسان جایزه؟ میگم نام کتاب تفسیر قرطبی چیست؟ نام کتاب تفسیر قرطبی وقتی شما ببینید برای من بگید که کتاب مقدس نامش چیه، اسفار کتاب مقدس را برایتان نام میگیرم، تک تک نام میگیرم و میگم. شما میگید تفسیر قرطبی، من مؤلفش را نمیخوام، ابو عبدالله قرطبی نامش را نمیگیرم، من فقط میخوام که شما نام تفسیر قرطبی را بگید. تفسیر قرطبی نامش چیه؟ ما بحثمون آقای عزیز، ما بحثمون آقا دانیال عزیز، آقا دانیال عزیز، آقا دانیال عزیز گوش کنید. آقا دانیال عزیز، آقا دانیال عزیز گوش کنید. تفسیر قرطبی نامش چیه؟ شما بحثتون روی نام تفسیر قرطبیه؟ تشکر از شما. من از شما نامش را میپرسم، معلومات و مفاهیمی که در این کتاب موجوده را نمیخواهم. شما اول نامش را بگید که من مطمئن باشم که شما از کسی دیگر تقلید نمی کنید، نقل قول نمی کنید، بلکه خودتان صاحب تحقیق هستید. بعدش این چی ربطی داشت به موضوع ما پیرامون حقوق زن صحبت کردیم؟ اولا این حرفتان حرف بی جایی هست. امام شافعی رحمه الله همچون حرفی نمیزنه که شما آدم بخورید. هیچ کسی این حرف را نزده. بعد شما نام تفسیر قرطبی را نمیدانید. نام تفسیر قرطبی را نمیدانید. شما میید از یک کتاب استدلال میکنید که نامش را هم نمیدانید. بسیار خوب. تشکر از شما آقا دانیال عزیز. کمی من که وقتی عقول که دنبال تحقیق و عقلهایی که دنبال این است که تا حقایق را بفهمه مورد خطاب قرار میدم، همینه دیگه که انسان فکر بکنه، بیاندیشه. وقتی من نام کتاب را میپرسم این روش منه، من تا با کسی که این روش منه به دیگه دوستانم کار ندارم. روش منه تا زمانی که نفهمم فرد در سویه‌ای باشه که واقعا میفهمه چیزی برای گفتن، وقتی حرف میزنه حرفش رو میفهمه، چی از دهانش خارج میشه، مقلد نیست، یعنی نقل از کسی دیگه نمیکنه، اون زمان است که من با او وارد گفتگو میشم. شما میایید از کتاب نقل میکنید عزیزم که نام کتاب رو نمیدانید. تفسیر قرطبی نام کتاب را بگید، مؤلفش را نمیخوام از شما. خیلی خوب. تشکری میکنم از تمام دوستان عزیز و بزرگوارم که تا حالا ما را تحمل کردند و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی این برنامه را تلنگری بکنه برای عقلهای خفته تا بیدار بشند، تا برای خودشان فکر بکنن، تا برای خودشان بیاندیشند، برای حق و باطل را از هم دیگر تمیز بدن، برای حق و باطل را از هم جدا بکنن و حق را بپذیرند و باطل را پشت سر بیاندازند. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.